بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. برادران عزیز، نمیگم که روزها بلکه ساعتها مانده است که این ماه مبارک با ما خیر خوش میکند و ما را پدرود میگوید. این ماهی عجیب است، ماهی است که میتوان اون را مکتب تقوا گفت و این ماه ما را بسیار چیزها را آموخت. برای که روزهای ما ویران نشود، ما زبان خودمان را نگه داشتیم از حرام گفتن، از غیبت کردن، از تهمت کردن، از خبرچینی کردن، از گناههای دیگر. چشم خودمان را از نظر به حرام نگه داشتیم، گوش خودمان را از شنیدن حرام نگه داشتیم، دست خودمان را از نرسیدن به حرام نگه داشتیم، حلق خودمان را از نوشیدن چیزهای حرام نگه داشتیم، پای خودمان را از رفتن به کار حرام نگه داشتیم. یعنی که این رمضان ما را به همین چیز آموخته کرد، ما را آموزاند که انسان میتواند که همین کارها را نکند، انسان میتواند که تقوادار باشد، انسان میتواند که زبان و چشم و گوش و دست و پای خود را از حرام نگه دارد. و حکمت و فلسفه‌ش هم همین است که ما را یک ماه تعلیم میدهد تا اینکه ما 11 ماه دیگر از این تعلیم گوییم که حیات خودمان را زیباتر و خوشتر پیش بریم. رمضان میگوید که میشده است که زبان نگه داشته از غیبت و تهمت و خبرچینی، میشده است که گوشت از حرام نگه داشته، میشده است که چشمت از حرام نگه داری، میشده است که دست و پات از حرام نگه داری. برای چی در دیگر ماها نمیتونی؟ اما اونهایی که مثلا طبیعتا انسانهای دیندار هستند و مثلا لیکن در بعض قرآن خواندن و در عبادت ها کاستگی میکنن، میشد اونها میگوید که آخه در دیگر ماها ختم کرده میشد است که در رمضان شد، چرا در دیگر ماه ختمت بسیار نمیکنی؟ چرا قرآن بسیار نمیخونی؟ یعنی چرا نماز نفلیت بسیار نیست؟ چرا که دعای و نیایش و مناجاتت بسیار نیست؟ در رمضان میتوانستی که دعا کنی، نیایش کنی، نمازهای تراویح خونی، نمازهای ختم خونی، قرآن رو بارها ختم کنی. یعنی این رمضان برای ما همین چیز را تعلیم میدهد و از ما میخواهد تو اینکه حیاتمان همیشه همین طور باشد. برای ما حجت نمیگذارد، برای ما میگوید که مادامی که تو در رمضان توان این کارها را پیشگیری کردن داشتی، در دیگر ماها نیز میتوانی. یعنی در روز قیامت برای ما بهانه نمیگذارد.